سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه و لبتون خندون. خوش اومدید به کانال یوتیوب من. از شما عزیزان میخوام که کانال منو سابسکرایب کنید و از ویدیوهایی که میذارم اگه خوشتون اومد مثلا این ویدیو برام لایک هم بزنید و هر سوالی هم که داشتید داخل کامنت ها برام بذارید تا من دونه بدونه براتون جواباشون رو بدم و یا اگه خیلی هم مهم بود یه ویدیو مناسب در باره همون کامنتی یا سوالی که کردید براتون درست کنم و به اشتراک بذارم. خب عزیزان دل، بحث ویدیوی امروز اینه که میخوایم ببینیم که علائم ویروسی شدن گوشی چی هست و از کجا فهمیم که اصلا گوشیمون ویروسی شده یا نه. ببینید چند تا مورد خیلی مهم هستش که اگه این موردهایی که من میگم داخل گوشیتون اتفاق افتاده باشه 100% بدونید که گوشیتون ویروسی شده. بریم سراغ مورد اول. موردی که خیلی شایع هم هست داخل اکثر گوشی هم اتفاق میفته، اون مورد هم این هستش که گوشیتون به یک باره حافظهش پر میشه. یعنی شما تا یه روز قبلش 2 روز قبلش که گوشیتون به مشکل بخوره حافظه مثلا میگم اطلاعات شخصیتون، برنامه‌هاتون، کل اطلاعاتون مثلا میگم 20 گیگ بوده، به یک باره گوشیتون هم مثلا 128 بوده، به یک باره میزنه حافظه پره، در صورتی که شما نه برنامه اضافه کردید به اون صورت نه اطلاعات جدیدی وارد گوشیتون کردین که بدون حافظتون پر شده و شما از داخل منوی گوشی، حالا من از داخل تنظیمات قسمت ذخیره حافظه خود گوشی شیائومی رو آوردم، ولی خب تو هر گوشی فرق میکنه. سامسونگ اینا شما میتونید نگاه کنید ببینید دوستان. الان اطلاعات و کل فضای ذخیره سازی من از 256 گیگ میبینید دیگه، همه اطلاعات رو زده. وقتی که شما این دوتا سیستم فایل و سیستم رو میبینید اینجا، اگه اینا به یک باره پر شده باشه، یعنی این قسمت و این قسمت، این دوتا اگه به یک باره پر شده باشه و 99% از فضای ذخیره سازی رو پر کرده باشه 100% گوشیتون ویروسی شده. حالا یا از سایتی بوده وارد شدین یا از برنامه جدیدی بوده و یا هم از اطلاعات از گوشی جدیدی منتقل کردین به گوشی خودتون، یه اتفاق براتون افتاده. مورد دوم موردی هستش که شما داخل یک برنامه هستید، دارید کار میکنید، از داخل اون برنامه به یک بار شما رو میندازه بیرون، متوقف شدن میزنه و یا هنگ کردن بعضی موقع ها داخل برنامه، اونم واسه همیشه نمیگم، یعنی شما قبلا این اتفاقا نمیافتاده به یک بار این روند براتون پیش بیاد، این هم یکی از دلایلی که گوشیتون ویروسی شده. و مورد بعدی مورد تخلیه شارژ باتریتون هست و باتریتون زود به زود خالی بشه. این نشون میده که یک برنامه یا ویروسی داخل گوشیتون هست که شما وقتی گوشیتون رو دکمه قفلش هم بزنید صفحش خاموش باشه در حال اجرا هستش و باتریتون رو خالی میکنه. مورد بعدی موردی هستش که شما وارد یک سایتی میشید و به محضی که وارد اون سایت شدید از شما میخواد که گزینه اجازه دادن داره و اجازه ندادن یا مجاز نیست. اگر شما اینو به سایت اجازه بدید من بعد میبینید که بالای صفحه گوشیتون تبلیغات میاد یا داخل برنامه میخواد وارد بشید براتون مکرر تبلیغات میاد و مانع کار شما میشه. این موردی که گفتم مورد 100% هستن که بدونید گوشیتون ویروسی شده. حالا گفتم دیگه، یا شما از گوشی اطلاعاتی وارد گوشی خودتون کردین یا بالعکس، یا برنامه جدیدی از توی سایت دانلود کردید
یا هم که برنامه جدید نصب کرده روی گوشیتون. این موردهایی هستش که 100% گوشیتون ویروسی شده. میبینید داخل این عکس هم براتون گذاشتم موردهای اصلی که با هر کدوم از اینا اگه مواجه شدید مطمئن باشید که گوشیتون ویروسی شده. و مورد دیگه هست که میخوام ببینید چجوری این اشکال یا این ویروسی شدن رو برطرف کنید. ببینید برطرف کردنش حالا با چند تا راه حلی که الان باز داخل این تصویر بهتون میگم میشه، ولی خب به نظر من بهترین راه و 100% ترین راهی که میتونه این مشکل رو برطرف کنه ریست کردن و یا بازگشت به تنظیمات کارخانه هستش. شما اطلاعاتتون اگه خیلی مهمه یه بکاپ میگیرید داخل سیستم که بعد بتونید اونو ویروس کشی کنید با آنتی ویروس داخل سیستم، بعدش برگردونید به گوشی و گوشیتونم قبلش ریست یا بازگشت به کارخانه زده باشید. حالا بعضی از موردم داخل این تصویر میدید دیگه. حافظه کش، دانلودهای مرورگر رو پاک کنید. ببینید داخل مرورگرتون که وقتی وارد میشین چند تا سایتی یا حافظه پنهانی داره که دیده نمیشه. شما چیکار میکنید؟ شما میاید داخل مرورگر اینجا نگه میدارید و این اپ اینفو رو میزنید، این قسمت براتون باز میشه. این قسمت که باز شد شما از گزینه اول ذخیره سازی اینجا میتونید کلیر دیتا کنید و کش. ببینید اینجا اینا رو بزنید پاک میشه، ولی این برای زمانی که تو اون موردی که گفتم تبلیغات بیاد براتون و یا داخل یه برنامه هستی براتون از برنامه تبلیغات بیاد یا داخل یک سایتی میخواید وارد بشید تبلیغات بیاد یا این اعلانشو گوشیتون میدیم پایین تبلیغات بیاد، اینو میتونید رفع کنید. ولی برای ایرادای دیگه مثل حافظه گوشیتون پر شده باشه اینا حتما باید بازگشت به کارخانه بزنید. این گزینه مورد دومم که بهتون گفتم تنظیمات کارخانه است. سومین موردی که میتونه رفع کنه مشکل ویروسی شما رو برنامه هستش که مشکوک بوده، یعنی شما به محض که اونا رو نصب کردین اتفاقا بعدش براتون افتاده میتونید اونا رو حذف کنید که من اینم 50-50 میدونن. شما وقتی برنامه ویروسی باشه نصب کنید بعد گوشیتون ویروسی بشه، به نظر من اون برنامه رو اگه پاک کنید بازم گوشیتون ویروسی هستش. و حالت چهارم حالت گوگل پلی، همون حفاظت رو باید غیر فعالش کنید. اونم به نظر من راه حل خوبی هست، ولی این روشن باشه. خوبیش اینه که اون مورد یا اون برنامه‌ای که اگه ویروسی باشه رو نمیذاره رو گوشیتون نصب شه. وقتی اینو غیر فعال کنید اون برنامه نصب میشه که این به طور معمول و به طور پیش‌فرض رو حالت فعال هستش و اینو دست نزنید مگه اینکه شما از قبل اینو دستکاری کرده باشید و آف کرده باشید یا غیر فعالش کرده باشید که به نظر من فعال کنید خیلی بهتره. گزینه مورد پنجم آنتی ویروس. ببینید آنتی ویروسی که بتونه روی گوشی مثل کامپیوتر جواب بده نیستش. یعنی شما برین به خدا تومن پول بدید به خاطر یک آنتی ویروسی که توقع داشته باشید مثل آنتی ویروس های روی سیستم پی سی شخصی شما بتونه کار کنه. به نظر من این راه حل خوبی نیست. خیلی هستن الان با این که آنتی ویروس خوبم نصب کردن بازم گوشیشون ویروسی میشه یا اطلاعاتی از گوشیشون و یا برنامه‌های کاربردی رو پاک میکنه گوشیشون مشکل میخوره. به نظر من مورد پنجم رو اصلا استفاده نکنید و همون دوتا مورد اول، یعنی شما اگه مشکلتون فقط تبلیغات بود میتونین از مورد اول استفاده کنید، ولی اگه دیدید تقلیه شارژ دارید، حافظه گوشیتون به یک باره پر شده، گوشیتون حالت هنگی هستش مثل سابق نمیتونه روون کار کنه، بهترین و 100% ترین راهی که جواب میده همین گزینه دوم هستش. یه مورد دیگه هم که الان یادم اومد اینه که ما بعضی وقتا داشتیم که
مصرف اینترنت هم رفته بالا، یعنی طرف 10 گیگ اینترنت میگرفته براش 15 روز میرفته میتونست استفاده کنه، به من که ویروس شده این مثلا میگم 10 گیگ رو به یه روز تمام کرده. این هم یکی از علائم 100% ویروس شدن گوشی هستش که میگم فقط و فقط تنها راهش اینه که شما گوشیتون رو بازگشت به کارخانه بزنید. ممنون میشم از شما که با سابسکرایب کردن کانال من به من انرژی بدید و تا من بتونم ویدیو بیشتری براتون آپلود کنم، به اشتراک بذارم.